ایزد همیشه به یاد خدا باشید پیش از آن که مرگ ما و شما را غافلگیر کند. بازگشتی به خدا کنید، نمازاتان در وقتش ادا کنید، زیرا انسان عاجز است، انسان ضعیف است، در چنگال مرگ استادگری کرده نمیتواند. انسانهای زیبایی را میدانم و میشناختم و میدیدم که با آن زیباگی، با آن حسن، با آن پهلوانی آخر در قبضه مرگ اسیر شدند. آخر لباس زیباشان مبدل به کفن شد، آخر مرکبای تیز رفتار و مرسدس جیپاشان مبدل به تابوت شد، خانه های بلندقبتشان مبدل به لحد شد، دیوان های ملایمشان مبدل به